مکانیزم ماشه سازوکار حل اختلافات یا بحران جدید برای ایران. دوستان سلام. امروز میخوام در مورد مکانیزم ماشه، بحث داغ این روزها صحبت بکنم باهاتون و ببینیم که این موضوع داغ چه تبعاتی بر اقتصاد ایران و کشور ما در آینده پیش رو که 26 مهر ماه 1404 آخرین فرصت فعال شدنش هستش صحبت بکنیم. اگر بخوایم در مورد مکانیزم ماشه صحبت بکنیم باید برگردیم به قطعنامه 2231 که همون برنامه جامع اقدام مشترک هستش که در تاریخ 20 جولای 2015 بین ایران و کشورهای 5+1 تصویب شد. بعد ببینیم که چه چیزهایی توی قطعنامه 2231 اومده که باعث میشه یه چیزی مثل مکانیزم ماشه که درونش قرار داره فعال شدنش برای ما بحران جدید رو رقم بزنه. اگر بخوایم در مورد برجام قطعنامه 2231 با هم صحبت بکنیم باید یه سری جزئیات کلیدی که درون این قطعنامه اومدش رو با هم بررسی بکنیم. مورد اول تایید برجام هست، مورد دوم رفع تحریم هاست، 3 نظارت و بازرسی هست، 4 مکانیزم ماشه یا اسنپ بک هستش که داخل خود 2231 چیزی از اسمی از مکانیزم ماشه یا اسنپ بک آورده نشد و از اون به عنوان برنامه و سازوکار حل و فصل اختلافات نام برده شده. 5 محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران هست و 6 تعهدات ایران هست. برای اینکه بفهمیم مکانیزم ماشه چجوری فعال میشه باید برگردیم به اینکه ببینیم که موضوع رفع تحریم ها که بعد از تصویب برجام یه سری تحریم ها از ایران رفع شد چیا بودن و موضوع سایه جنگ که حسن روحانی از اون نام میبرد چی بود. در مورد رفع تحریم ها در 2231 بعد به این موضوع مهم اشاره بکنیم که به واسطه برجام 6 تا قطعنامه مهم در مورد ایران لغو شد. قطعنامه 1696، قطعنامه 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929. یکی از خشن‌ترین و سختگیرانه ترین قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران قطعنامه 1929 بود که علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی، بازرسی محموله‌های دریایی و هوایی، تحریم‌های مالی مرتبط با بانکداری و تحریم‌های مرتبط با انرژی، یه چیز دیگه داخلش بود و اون این بودش که ارتباط پیدا می‌کرد با فصل 7 منشور سازمان ملل که به قول حسن روحانی تصویب برجام تونست ما رو از ذیل فصل 7 بیرون بکشه و سایه جنگ رو برداره. فصل 7 منشور سازمان ملل میگه که اگه کشوری نقض صلح بکنه و تهدیدی برای صلح جهانی باشه در صورت شناسایی تهدید میتونه یه سری اقدامات غیر نظامی علیهش انجام بده و اگر اون اقدامات غیر نظامی جوابگو نباشه میتونه اقدامات نظامی رو انجام بده و به کشوری که بهش تهدید وارد شده میتونه حق دفاع مشروع بده. این فصل 7 چرا مهمه و چرا حسن روحانی تاکید میکرد که سایه جنگ رو سر ایران داره؟ قطعنامه 1929 به خاطر این هستش که در صورت عدم تصویب برجام ایران میتونست تحریم‌های سخت‌تری متحمل بشه و یا به صورت قانونی بهش حمله بشه و مجوز حمله علیهش صادر بشه. برگردیم به مکانیزم ماشه، موضوعی که توی بند 11 و 12 برجام اومده و میگه که اگر یکی از طرف‌ها نقض تعهدات قابل توجه داشت طرف دیگه میتونه موضوع رو به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بده و کمیسیون 30 روز فرصت داره که اون اختلاف رو حل و فصل بکنه. اگر نتونه موضوع رو ارجاع میده به شورای امنیت و شورای امنیت هم 30 روز فرصت داره که اون موضوع رو بررسی بکنه و یا تعلیق تحریم‌ها، چیزایی که الان هستش رو ادامه بده، تصویب بکنه، یا اینکه تمام تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی که پیش از تصویب برجام بودش رو دوباره اعمال بکنه. 1929، 1835، 1803 و الی آخر. درسته که توی روزهای گذشته جنگ به ما تحمیل شد. میدونیم که آمریکا از برجام خارج شده و توی سالهای گذشته حتی با بودن برجام ما فشارهای اقتصادی زیادی رو متحمل شدیم. اما اینو میدونیم که اروپایی‌ها به دنبال منافعشون هستند و از این اهرم فشاری که در شرایط فعلی
در دست دارن به احتمال زیاد میخوان استفاده بکنن. اونا تا 26 مهر ماه 18 اکتبر فرصت دارن اسنپ بک یا مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته، چون تبعات سنگینی برای ما و اقتصاد ما خواهد داشت و خیلی از بازارها رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد که تبعاتش ممکنه از شروع زمستان باشه. حالا به نظر شما آیا اسنپ بک یا مکانیزم ماشه فعال خواهد شد یا خیر؟